درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 53. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گشتند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، میزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جمله اند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیده اند. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او به واسطه نام پدرش ملا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کولابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین ملا امان نام کولابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم و بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. در گزارش ایام نافرجام و شکایتی خاص و عوام. خداوندی ملکی که فرماندی هست، به سختی ستان گو که ساماندی هست. اگر سخت بر خود کشیدی کمان، از او تیر چابک رود بی گمان. جهان بینی و حکمرانی و داد، سزاواری آن گرد فرزانه باد. که جان بر سری مردی دانا کند، به کامی که خواهد توانا کند. دهد گنج و آموزد اسرار علم، کند حاصلی ملک در کار علم. چو آموخت انواع حکمت تمام، دهد ملک خود را به حکمت نظام.
بدان آن که اسکندری فیلقوس که برزد ز حکمت بر افلاک کوس. سری سروران را به یک بارگی در آورد زیری سمی بارگی. حکیمان ادای کلامش شدند بدان بی نیازی غلامش شدند. فلاطون که دانای آفاق بود، ارسطو که در موبدی طاق بود. نشستی به اقبال آن شهریار، یکی بر یمین دیگری بر یسار. بر او نقطه های کهن برزدی، گران طرز گوهر سخن برزدی. شنفتی پذیرفتی آن گفته را، به گوش آختی آن دوری سفته را. همین است رسمی جهان خسروان، که دانا ستایند و دشمن ستان. خلاف امیران این مرز و بوم، هما را ندانند فرق ز بوم. کلهدار را زیر جل در کشند، نمد پوش را خلعتی زر کشند. خری را به منبر خطابت دهند، به خون مسیحا کتابت دهند. در این عهد جز قهبه زن مرد نیست، که در خاطر بیم تا درد نیست. که میزاب نوشان قازور خار، ز پالوده قند دارند آر. فرومایه را رفعت و پایه است، به خورشید خفاش همسایه است. یکی را که از خلق باید کشید، به فرماندهی حلق خلق برید. در این ده که یکسان بود نوش و نیش، بود گاوی انبر کم از گاو میش. حکیمی که رمزی فلک گفت نیک، به مجلس کند مدح کفلیس و دیگ. دهل زن کسی کان شکم پرور است، زره پوش را برقع اندر سر است. مرا بهره کس هنر کامل است، به هر علم و فن فطرت شامل است. ببندم به فکری که کردم نخوست، طلسمی که گردد به قرن درست. هنر در کفم باده در ساغر است، خرد در دلم آب در گوهر است. سخن چون ز دل در قلم آورم، بود آهوی کس حرم آورم. عروسانی معنی کشم در کنار، به این پرده پوشان منم پرده دار. تراوت دهم نظم را آنچنان، که من باغبان باشم و بوستان. چنان کلک من نکته شیرین زدی، که خواننده را جان برقص آمدی. به این دانشم لیک در این دیار، چو آیینه بی قدر در رنگ و بار. به خاکم فشانند کینیا و سنج، به خود فخر دارد چو قارون به گنج. چرا علم را پایه بر زر نهد، چرا علم بستاند و زر دهد. چو تحصیل دانش برای زر است، به زر آن که دانش ستاند خر است. ندانند تحصیل فضل و کمال، بود بهر عقبی نه از بهر مال. ز حکمت به قدری که آگه شوی، به مبدأ بدان قدر
اشبه شوی. شود بر تو فایز ز مبدأ صور، که نخلی شود زان صور بارور. رهی از بهیمی و آدم شوی، یکی از حکیمان عالم شوی. دریغا که این ابلهان بی حسند، توانگر بزر در هنر مفلسند. ندانند ز ابله خردمند کیست، کدام است چونه و یا قند چیست. بود کارشان گنج انباشتن، در آن ماه حصل رنج برداشتن. گدا را نبخشند یک حبه سیم، که این گنج دارد نهان بر گلیم. ز مال یتیمان ستانند باج، به قطاع طمغا ببخشند تاج. به ظالم براتی امارت دهند، که ناموس مردم به غارت نهند. چو دانشوری شعله در فن گرفت، چراغی هنر زیر دامن گرفت. به نظمی دری آبی گوهر ببرد، طریقی نظامی و خسرو سپرد. پی تربیه در حصارش کنند، چو گل پرده در روی کارش کنند. نشانند در کفشکن کی فقیه، که اینک سری توست پای سریح. قلم گیر و چابک کنند شی، فرو نه به پای خرد تیشه. توانی بجز یا و حرف مرا، تو خود یا و گو با شما یا و خان. قلم زن چو طغرای دیوان کشد، کمیتی سخن در تهی ران کشد. بیالاید آن گونه هزل و مزاح، کزان صحفه گردد یکی مستراح. به شوخی سخنهای دلکش کند، نیوشنده جان از آن خوش کند. چو آید روان نوبتی دست رنج، همان رنج بیند به پاداش گنج. به پاداش خدمت بدان خرددان، سفاری نه آمد چه امکانی نام. گدازد به آن فاقه تا زنده است، که باری خری از چه خربنده است. به دیوانگی روی اندوختن، بود بی هزین دانش اندوختن. چه لازم به دانش شدن ارجمند، که پای تو نادان کشد در کمند. مرا زندگانی به تلخی گذشت، که نامم ز دانش شکر سنج گشت. در این عمر کز سر فراتر نرفت، چه خونها که چون آهم از سر برفت. ز دانش چه حاصل چو اقبال نیست، که نتوان تجارت اگر مال نیست. متاعی هنر هست بازار کو، بدین جنس قاصد خریدار کو. چو ابنای گیتی به جهل اندرند، خردمند را بر گلو خنجرند. به دانشوری گر بیابند دست، کنندش به یک دشنه بر خاک پست. از این قوم امید رونق کی راست، تفقد به دانا ز احمق کجاست. از ایشان مرا پایه گر برفزود، به اهل خرد
جای امید بود. ندارد سرانگشت من ناخونی، که خارم به فکرت پسی گردنی. مرا نیست چتری که بر سر کشم، نه جرأت که از جنب سر برکشم. زبانم بود چون چونین پرکره، نسوزم مبارک نبختم فرح. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 53 و آخرین را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.